تاج سرا ضد بخاری که گفته بودم، سرکه سفید نصفشو بریزید داخل یه بطری، الباقیش هم آب ولرم، آبی که قبلا یه بار جوش خورده، بریزید داخلش. آب مقطر هم میشه استفاده کنید، هیچ فرقی نمیکنه. 3 قطره، زیادم نه، 3 قطره از ریکا استفاده کنید، بریزید داخلش، بعد هم بزنید. حتما 10 دقیقه یه رو بمونه استفاده کنید. من زمان ندارم، میخوام وقتتون رو نگیرم شما تاج سرا رو، همینطوری میریم تست. بریم رو شیشه براتون بزنم ببینید چجوریه. همون بریم. خب این قسمت رو بپاچم، ببین شیشه خوش بوده. این قسمت رو میپاچم، یه ذره بذارید بمونه، بعد یه دستمال میکشیم پاکش میکنیم. اینم بخار، فقط ماساژ بدید، آروم آروم پاکش کنید، زیاد نیازی نیست. اگه بذارید روی سطح یه ذره بمونه، بیشتر بمونه بعد پاک کنید، بخارش خیلی قدرتش بیشتره که دیگه بخار نگیره. اینم تست بخارش، اینور اینم اینور. بخار رو بگیر آقا مرزا. اینور بخار میگیره، اینور دیگه بخار نمیگیره. این محصول رو تو خونه درست کنید، استفاده کنید، خیلی عالیه واسه همه شیشه.